أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما. حضار بسیار گرامی، در 27 رمضان ادامه صحبت‌هایی که مقدمش با یک جزئی از مقصدش عرض شد، به ادامه اون صحبت‌ها که در این دنیا هر انسانی از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا امروز و به تعبیر دیگر از زمان حضرت نوح علیه السلام الی یومنا هذا همه انسانها به زعم خود معتقد ذات الله بودند، معتقد خالقیت و مالکیت الله بودند، معتقد به رازقیت الله هم بودند. لذا هیچ نزاعی در این بود با انبیاء علیهم السلام نداشتند. نزاع بزرگی که انسانها در طول تاریخ با انبیاء علیهم السلام داشتند در بعد الوهیت و عبادت هست و یک سری کارهای کوچک کوچک دنیا را هم فکر می کردند که غیر خدا اداره می کند. دوستان خدا، محبوبان خدا، مقربان الهی، اونها هم می توانند در امور کائنات ما فوق الاسباب مثل خدا یک سری تصرفاتی داشته باشند، در اعطای عزت و ذلت، در اعطای خیر و برکت. بسا انسان بودن که برکات و خیرات را از غیر خدای کریم تصور می کردن و لذا اون تعظیمات و اعمالی که به خدای لایزال اختصاص داشت برای غیر خدا هم انجام می دادن و چنان قیاس می کردن با عقل که اگر بادشاه مملکت او اختیارات کلی مملکت را دارد، در هر خطه و در هر زمینه یا در هر گوشه از جهان کسانی هم هستند که یک سری اختیاراتی را هم دارند. خدا به اینها این اختیارات را تفویض کرده، خدا به اینها حواله کرده است. در صحت و سلامتی و موت و حیات آنها غیر خدا را هم فکر می کردن که یک سری اختیاراتی دارد و حتی که انبیاء علیهم السلام را به اون غیر الله هم تهدید می کردن، می گفتن اینها شما را
آسیب میرسانند، حتی که به خود پیغمبر علیه السلام مرا تهدید میکردن و یخوفونک بالذین من دونه، از غیر خداها هم پیغمبر را میترسانیدن، تخویف و تهدیدش میکردن و میگفتن اینها شما را ضرر میرسانند، بر شما ضربه وارد میکنند، اینها میتوانند در صحت و سلامتی شما نقشی داشته باشند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان اون عقاید اهل باطل را، اهل شرک را هم ذکر کرده است در قرآن عظیم الشان. و یخوفونک بالذین من دونه، پیغمبر علیه السلام را هم تهدید میکردند. الله سبحانه و تعالی فرمود الیس الله بکاف عبده، مگر خدا بندهش را نمیتونه کفایت کند؟ بله، الله سبحانه و تعالی کفایت کننده است. به هر حال اختلاف عظیمی که بین انبیاء علیهم السلام بود و بین امم گذشته و امم زمان انبیاء علیهم السلام، او در مسئله الوهیت و عبادت بود. عبادت را انبیاء علیهم السلام حق اختصاصی الله سبحانه و تعالی می دانستند و می گفتند عبادت به خدا اختصاص دارد. اینها عبادت را نمی فهمیدند، همانطوری که امروز همه ما میگی عبادت، پرستش، عربی عبادت و فارسی پرستش حق خدا هست. همه میگن، کسی نیست که بگه عبادت و پرستش حق غیر خدا هست. لیکن عبادت چیه به خدای عزوجل اختصاص دارد؟ این مسئله جای بحث است که هیچ احدی آنطوری که انبیاء علیهم السلام و خدای عزوجل این مسئله را توضیح داده است، تشریح کرده، نتونستند. من عرض کردم در اون شب 27م که عبادت، من در ضمن سیرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم این مسئله را توضیح دادم. حالا امشب به عنوان دیگر، عبادت حق خدا هست. چیه عبادت؟ این بسیار جای سواله. همه میگن عبادت حق خدا هست، لیکن در توضیح و تشریح اختلاف رای پیش میکنن. انبیاء علیهم السلام یک نظری داشتن که قرآن عظیم الشان سیرت انبیاء را و نظر انبیاء را در قرآن عظیم الشان در حد تفصیل تشریح کرده است و برای این مسئله یک سری دلائل های عظیمی را ارائه کرده. از دلائل عقل که عقل اونها را میپذیرد الله سبحانه و تعالی بیان کرده. دلائل نقل از انبیاء، نقل از اولیاء، نقل از علما، نقل از کتب گذشته، نقل حتی از پرنده ها، نقل از جنه ها. الله سبحانه و تعالی برای اثبات این مسئله که عبادت حق خدا هست و به خدا اختصاص دارد دلائل بیشمار قرآن عظیم الشان ارائه داده است. عبادت، من شب گفتم دعا که سیرت پیغمبر را در این بود بیان کردم، عبادت است و مغز عبادته. در روایت آمده الدعا هو العباده، الدعا مخ العباده. امشب در بعد دیگر صحبت میکنیم که یک سری انسانها به این مرض مبتلا هستند و تشخیص هم نمیدهند. خدا همه ما را نجات بدهد. یک عبادتی سروران گرامی در تمام کره خاکی اختصاص به یک مکان دارد، دیگه در تمام کره خاکی
به این بزرگی اون عبادت مشروعیت ندارد. حالا غیر از علما اگر کسی گفت اون چه عبادته که در تمام کره خاکی اون عبادت به خدا اختصاص دارد و در یک مکانی با یک تعدادی شرایط اون عبادت انجام میگیره، در دیگه تمام کره خاکی اگر بگردید اون عبادت را در هیچ جای شما نمیتوانید انجام بدید و در هیچ جای خدا اون عبادت را مشروع نکرده است. اون عبادت سروران گرامی طواف هست. امروز مفت و مجانی مردم قبرها را طواف میکنند و در زمان بسیار نزدیک در این دیار لنگرها را هم طواف میکردند، لنگر ملک سیاکو، بی بی دوست و الی آخره. این طواف یک عبادت ویژه است. الله سبحانه و تعالی دستور آن را دور و بر خانه کعبه بیت عتیق داده است. ولیطوفوا بالبیت العتیق. بیت را اساس گذاشت الله سبحانه و تعالی دستور دادن به این بنای بزرگوار ابراهیم خلیل الله و به این همراه اسماعیل ذبیح الله خطاب به پدر و فرزند فرمود طهرا بیتی للطائفین والعاکفین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. 4 عبادت که به خدای کریم اختصاص دارند، از اون عبادتی الله شروع کرد که غیر از خانه کعبه جای دیگر ادا نمیشه. اون طواف است. اول فرمود طهرا بیتی للطائفی، بعد فرمود دیگه عبادتی که باز مکان مخصوص میخواهد که اعتکاف است و غیر از مساجد جای دیگر جایز نمیشه. شیطان هم مثل که خیلی ناراحت است امشب. همین الان آمده گلوی من گرفته. یا دمی درودی بلدید شما؟ این گلویی که 2 روز استراحت کامل داشته، اون روزها که این هیچ استراحت نداشت اینطور نبود. حتما یک سری دمهایی بکاره. خب لا حول ولا قوة الا بالله هم پشت سرش می آید. طواف امروز مردم قبرها را می کنن و میگن تعظیم ولی است. قبرهای مشایخ را، قبرهای اولیاء الله را، و در دیار ما که دیار اگر هست و ما خبر نداریم، نبی که در دیار ما نیست، انبیا همه سر و جمع در اون شام مبارک و ارض مقدسه. به این خاطر سروران گرامی دومی عبادت اعتکاف هست که نمونه اعتکاف اینه که پشت این چادر رنگی اونجا یک تعدادی آمدن و پیش خدای متعال افتادن 24 ساعت مگر برای ضرورت بشری بتونن بیرون برن، دیگه اجازه بیرون رفتن را هم ندارن. اینها گویا خود را ملزم کردن به خانه کعبه، به خانه خدا و به اصطلاح بلوچی میاری افتادن و این هم یک عبادت ارزنده. الله سبحانه و تعالی این عبادت را فقط و فقط در مساجد مشروع کرده. حالا اون خانه هایی که زنان برای نماز درست میکنن، اون مسئله جداگانه که یک اتاقی را زنی برای عبادتش تعیین میکند، اونجا تلاوت کند، اونجا مکث کنه، خب اون هم هست. لیکن قرآن عظیم الشان این عبادت را هم فرموده است که وقتی شما این عبادت را انجام میدید، حتی شب هم از خانه هلال هم باید فاصله بگیرید. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد.
امروز این عبادت هم سر قبرها و به اصطلاح ما زیارت ها انجام میگیرد. میره مردم شبهای متمادی و روزهای دراز خود را اونجا معتکف میکنن و این عبادت را برای غیر خدا هم انجام میدادن. قوم حضرت ابراهیم هم این عبادت را انجام میداد. ساموری وقتی گوساله را هم درست کرد این عبادت را انجام میدادند. خود را در برابر اون معبود ملزم میکردن، می نشستن. ابراهیم علیه السلام فرمود ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون. این چه بلایی هست این تماثیل، این بتها به اصطلاح شما، این مجسمه های شخصیت ها که تمام روز شما روی اینها افتاده اید. ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. ساموری هم که وقتی گوساله را درست کرد و قوم را دعوت داد که حضرت موسی اشتباه کرده، هذا الهکم، این معبود شما است. حضرت هارون علیه السلام تبلیغ کرد، آنها هم در جواب گفتن فنظل لها عاکفین، تا حضرت موسی نامده ما روی این گوساله ساموری اعتکافیم. سروران گرامی، این عبادت هم به خدا اختصاص دارد. برای دیگر جای در مساجد به خاطر مکث کردن و نشستن، امروز هم این عبادت را مردم سر قبرها انجام میدن. باز یک عبادت دیگر، طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، برای رکوع کنندگان. رکوع که انسان گویا در اصطلاح شریعت از کمر خم بشه، این رکوع هست. امروز مردم در برابر قبرها به فاصله ها رکوع میکنند، اسمش احترامه. دیگه طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، برای سجود سجده کنندگان، برای رکوع کنندگان. خب برای این امت رکوع و سجده به شرط پاکی زمین در تمام کره خاکی جایز است. اعتکاف فقط در مساجد جایز است و طواف فقط دور و بر خانه کعبه. دیگه برای هیچ جای خدا این عبادت را مشروع نکرده است. در مدینه این عبادت مشروع نیست. در بیت المقدس این عبادت مشروع نبوده. اگر کسی عبادت کرده مثل همین این طواف را کرده در بیت المقدس دور بر صخره، اون هم مثل همین طواف هایی که دور بر قبرها هستند. مردم میگن که بابا اگر ما طواف میکنیم قبر ولی را یا قبر نبی را یا قبر شخصیت را، این احترام او هست. من از شما میپرسم، آیا سرور کائنات صلی الله علیه و سلم وقتی حیات طیبه با بود و پیغمبر علیه السلام در جمع صحابه بود، در جمع اهل بیتش بود، آیا یک روایت ولو هم ضعیف کسی میتواند ثابت کند؟ شاید که روایتی بسازد، لیکن روایتی که صحتی داشته باشد. آیا پیغمبر علیه السلام ذات مقدسش را کسی طواف کرده؟ از مهاجرین و از انصار، از اهل بیت، از ازواج مطهرات، هیچ احدی ذات مقدس پیغمبر اسلام را که سید الاولین و الاخرین است طواف نکرده. اگر کرده و هاتو برهان کن. اگر شخص محمد صلی الله علیه وسلم علیه طواف نمیشه، آیا شخص پیغمبر علیه السلام را کسی سجده کرده؟ کسی رکوع کرده است؟ وقتی که از سال شد که در ایران و در روم اساخر اکابر را سجده می کنند، شما به ما اجازه بدهید سجده تعظیمی انجام بدیم.
انحنای راس، این هم سجده را تقسیم کردن به سجده عبادتی و سجده تعظیمی. رسول علیه السلام فرمودند اگر من اجازه سجده تعظیم را برای مخلوق میدادم، من اول اجازه میدادم که زنان در برابر شوهرها سجده تعظیم بکنند. من به هیچ احدی اجازه سجده نمیدم. چرا؟ ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یعنی سجده به خدا اختصاص دارند، چه سجده تعظیمی، چه سجده در دین اسلام، در دین پیغمبر اسلام. سروران گرامی، سجده یک عبادتی بوده است که به معنای پیشانی را به زمین گذاشتن که از آدم علیه السلام تا یومنا هذا در هیچ دینی برای مخلوق انجام نگرفته. فوراً شما هم در ذهن شما می آید اعتراض که فرشتگان پس چطور؟ متوجه عرضم باشید. شما هم که وقتی ما هم عادت کردیم طلبه را درس میده که طلبه طرف دیگه نگاه کنه هم حواس پرت میشه. شما هم که ماشاءالله اون طرف نگاه کنیم ما هم حیران میشیم که اینا اصلا خوششون نمی آید. سجده این عبادت حق اختصاصی خدای عزوجل هست. همه انبیا الله را سجده کرده. هیچ دینی از دینهای آسمانی در دنیا نبوده است که این عبادت در اون دین انجام نگیرد. سجده به معنای وضع جبهه علی الارض. این عبادت هم به خدا اختصاص دارد. امروز واقعا دیده میشه انسانهای بیخبر، انسانهای عاشق همین سجده را میبرن در برابر قبر انجام میدن، در حالی که الله مرات به ما دستور اکید داده است که سجده خدا را بکن. حالا اینا همه نمیدانن، من اون آیه ها را تلاوت کنم که خدای عزوجل دستور سجده داده. تا جای خدا هم حکایت کرده که همه مخلوقات من خدا را سجده میکنن و کثیر من الناس، یک عده از انسان ها امروز این سجده مفت و مجانی میره برای غیر خدا انجام میگیره و باز هم میگن که عبادت حق خدا هست. عبادت چیه سروران گرامی؟ مثلا ساده حرف میزنن. این سجده عبادت اگر نیست و پس پند نوبت چرا شما سجده میکنید؟ این عبادت به خدای لایزال اختصاص دارد. و هنگامی که هدهد از ملک سبا بازدید کرد و حضرت سلیمان هم هدهد تفقد کرد، دید که هدهد نیست، بسیار هم خشم و تهدید کرد. مالی لا اری الهدهد، مالی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین. من چرا هدهد را نمی بینم؟ هدهد غائبه؟ کجای هدهد؟ من نمی بینم یا غائبه؟ مردم میگن انبیاء علیهم السلام اولیاء غیب میدانند. اونهایی که هزاران سال هم قبل از دنیا رفتند و در جنت برین، در روح و ریحان و جنت نن، هم میگه از حال ما مطلعند، ما را میبینند، میشنوند. این پیغمبر عظیم الشان، پدرش هم پیغمبر، با امکانات عظیمی هم نوازش شده، امتیازاتی این دوتا پدر و فرزند دارند که بسیاری از انبیا ندارند. قرآن حکایت میکند که این پدر و فرزند نوازش شدن به نعمتهای دنیا و به نعمتهای دین، تا جایی که علمنا منطق الطیر، صدای مورچه به فاصله ها به سمع پیغمبر خدا ابلاغش میکند و میرسد. و پیغمبر وقتی این صدای مورچه را میبیند چقدر خود را غرق در نعمتهای خدای متعال میداند. وقتی صدای مورچه را شنید، حضرت
شروع به تضرع کرد. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. این تضرع حضرت سلیمان علیه السلام وقتی به این نعمت عظیم میبیند من صدا و سخنرانی مورچه را میشنوم، چقدر از خدا تشکر کرد. همین سلیمان علیه السلام هدهد میخواهد تحقیق کنه، طوری که مفسرین می نویسن که آب تا چه بعد هست، ضرورت به آب هست. هدهد رفته برای بازدید، به تعبیر تند نباشد وزیر خارجه حضرت سلیمان رفته دنیا را بازدید می کند. حضرت خشم کرد که اگر هدهد غایب، وقتی این سخن را گفت مالی لا اری الهدهد ام کان من الغایبین، من نمی بینم هدهد یا غایبه. باز دید که هنوز هم هدهد خود را شناسایی نکرد و نه آمد به جلو و که فرمان بشنود. حضرت سلیمان علیه السلام فرمود لو عذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. اگر این هدهد غایب باشد بدون اجازه، یا عذاب شدید میدم او را، یا ذبحش میکنم، یا برای غیبت خودش یک دلیل واضحی برای دهد. این تهدید بزرگ را یک سلطان روی زمین میکند برای یک هدهد مرغ سلیمان مسکین. فمکث غیر بعید، مدتی طولانی نگذشت، هدهد رسید. که رسید دیگران گزارش دادن آقا خیلی امروز خشمه. وقتی به محضر آقا رسید سلام علیک، وقتی آقا پرسید کجا بودی، جواب داد احط بما لم تحط به، احط بما لم تحط به و جئتک من سبع بنبأ یقین. من به جاها رفتم بازدید کردم و برگشتم که سلیمان تا الان شما اونجا قدم نگذاشتی. احوال سیاسی، احوال افتهای ذهنی این قوم را بیان می کند و لحظه اون طرف من دیاد نمیرم. فقط من نکته اصلی که افت مذهبی این قوم سبا را که در صنعا بود و در یمن و اصطلاح الان جنوبی، اینجا هدهد چقدر حضرت سلیمان را داغ کرد. میگه قومی که از نظر ذهنی افتادن وجدت امرأة تملکهم، زنی مالک حکومت آنها را و ریاست حکومت آنها را به دست دارد. و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم، بسیاری امکانات دنیا دارد، تجهیزات دارد، لیکن حق خدا را ضایع کردن. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. سلیمان این همه اقتدار برای این است که حق خدا احیا بشه. انبیاء علیهم السلام برای برقراری حق خدا که انسانها ضایع کردند، انبیاء مامور شدند که پیام برسانند و حق خدا را انسانها ادا کنند. عزیزان من، خدا از ما چه میخواهد؟ الله از ما بندگان که این همه نوازش را کرده، این همه کره خاکی را با تمام امکانات در اختیار ما گذاشته است، خدا از ما چه توقعی دارد؟ الله از ما چه میخواهد؟ عبادت چیه؟ الله از ما سجده خالصانه میخواهد. هدهدم داغ کرده، میگه ببین وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. چقدر افت کردن این انسانها پس شدن که سجده یک عبادت حق اختصاصی خدا هست. خانم بلقیس با تمام
مردم یمن و اراکین سلطنت در برابر یک خورشیدی که پشت ابرها پنهان می شود سرخم می کنند و سجده می کنند. و این همه اقتدار خدا به شما داده. سلیمان بعد تحریض می کند که حق خدا را اینا چرا ضایع کرده. الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. چرا اون خدا را نیایش نمی کنن، یعنی سجده نمی کنن که همه چیز را او به وجود آورده، هم در آسمان ها و هم در زمین. حالا من زیاد توضیح اینجا نمیدم. نکته اصلی ببین افت مذهبی سبایی ها سجده خورشید بود. سجده عبادت هست، حق اختصاصی الله هست. امروز مسلمان 1400 سال از خدا بیخبر، از قرآن بیخبر، از دین بیخبر، مفت و مجانی قبر را سجده میکنند بدون کوچکترین. چرا قبر را سجده میکنند؟ و بعضی ها انسان های زنده را هم سجده میکنند. اگر ناراحت نشی پیرها میان مریدها جلو پاهاش میفته سجده. ناراحت نمیشید؟ آیا در جلوی پای رسول الله کسی سجده کرده؟ رسول اللهی که به خدا قسم صحابه قدغن بودن در برابر پیغمبر نیستن. که پیغمبر میاد صحابه تکان نمیاد. یک روزی که تکان خوردن پیغمبر گفت نه. هدهد بیچاره همه گزارش روی صدق میدهد. اینهایی را که شما عالم الغیب حاضر و ناظر. یکی را میگفت ولی را صدا میزنه. گفت چرا این ولی بی خبر را صدا میزنی؟ گفت مسئله اینجاه. اون ولی را که من صدا میزنم من او را بر خودم حاضر و ناظر در جمیع اوقات میدانم. اما با خدا چه فرقی داره؟ در جمیع اوقات و در جمیع اماکن حاضر و ناظر الله است. هدهد بیچاره این داستان افسانه نیست، این نص الهیه، قرآن عظیم است، سوره نمل است. این همه گزارش را میدهد به حضرت سلیمان علیه السلام که اینها خورشید سجده میکنن، اینها چنان افت دارن. افت مذهبی اینها خیلی زیاده. هدهد هم داغ الله یسجد لله الذی یخرج الخبء هم میگوید. تحریض میکند حضرت سلیمان را که خالق را ول کردن و در برابر یک خورشید مخلوق که با ابرها مخفی میشود میروند تعظیمش میکنند و سجدهش میکنند. و ناگفته نماند دین اسلام 3 مورد که خورشید پرستان خورشید سجده میکنن، ما ممنوع از سجده خدا هم هستیم. هنگامی که خورشید طلوع میکند و نصف نهار و هنگامی خورشید غروب میکند، دین اسلام ما را از سجده خدا ممنوع کرده. مشابهت نباشد با اونهایی که خورشید را در این 3 مورد خیلی تعظیم میکنند. تازه که معبود میاد هم تعظیم میشه، به نصف نهار که میرسد هم خیلی تعظیم میشه، وقتی غروب میکنند. دین اسلام تمام سجده ها را از ما ممنوع کرده، نفل و فرض و همه چیز ما. این خاطر حضرت سلیمان علیه السلام باور نکرد. شاهد قرآن سننظر اصدقت ام کنت من الغائبین. ها پیران مردم و اولیاء را از کجا به کجا غیبدان میدانند. سر کره خاکی است، خودش پیغمبر عظیم الشان هست و فرزند یک پیغمبر عظیم الشان هست. هدهد بیچاره گزارش میدهد باورش نمیآید. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. مردم چقدر اعتقاداتی درست کردن. بعضی امیر پیش ملاها البته در قدیم بود، شاید تکتوکی باشد،
حضرت مولا صاحب تو بگو تو کتاب نگاه کن مریضی من چی، تو خودت میدانی، خودت میدانی درد ما را. این پیغمبر عظیم الشان این گزارش راست را هنوز میگه من تحقیق میکنن. اینجا هم قرآن دارد به جهان سبق میدهد که یک حاکم و یک مسئول با اولین گزارش وارد عمل نشود، بنگرد، تحقیق کند، بیگناهی را زیر سوال نبرند، تفحص کنند آیا گزارش کنندگان گزارش درستی دادن. این یک گزارشگره و یک پیغمبر مدبر. مفسر می نویسه وقتی هدهد این گزارش را که داد حضرت سلیمان علیه السلام سکوت کرد، گفت حالا بگو آب کجا نزدیکه. چشمه های مرغ سلیمان چنان ذره‌بینن این امریکایی خبر نشن از این ذره‌بینه های آمریکا که عمق آب را و دریا را و غیره را تشخیص خیلی ماهرتر بود. از این چشمه های ذره‌بینش خوب کار میکنه آب چقدر دوره فاصله. نشان داد آب زدن، آب لشکر وضو گرفتند و آشامیدند و رفع حاجت شد. گفت حالا بیا هدهد سننظر صدقتم کنت من الکاذبین. اذهب بکتابی هذا، این نامه مرا میبری به خانم بلقیس تفویض میکنی و جواب را برای من میاری، ببینم که چی میگی. فوراً نامه را برداشت به فرمان رب العالمین. سبحان الله، الله سبحانه و تعالی هدهد را سفیر حضرت سلیمان کرده، نامه رسانه. نامه برده شد، نامه ای که سبحان الله چقدر نامه مختصر و زیبا. بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا. من سلیمان، این نامه از جانب سلیمان ابن داود. السلام علی من اتبع الهدی. قرآن اینقدر گفته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی و اتونی مسلمین. این نامه از جانب سلیمان هست، نامه ممهور مکتوب. هدهد بیچاره تحویل داد، خانم در حال استراحت بود، روی سینهش گذاشت، خانم چشم باز کرد، نامه ممهوره و باز کرد خان. ماشاءالله، نامه ای که همه تهدید، نامه ای که نقشی گذاشته سلیمان ابن داود. نامه سلیمان هست ابن داود، سلام بر کسی که اتباع هدایت کند. سلیمان هم شخص معمولی نیست، سلیمان کسی هست که مستعین بسم الله الرحمن الرحیم هست. پشتیبان سلیمان الله هست که کثیر الغفران و دائم الغفران هست. الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. سرکشی و تمرد جایز نیست. در حال تسلیمی خانم بلقیس بیا. خانم بلقیس هم خیلی واقعا خانم عاقلی بود، از خانم هایی که از عقل آنها تعریف شده است، تحسین شده است. سروران گرامی خانم بلقیس هست. خانم بلقیس فوراً مجلس شورای خود را منعقد کرد و به آنها گفت مردم القی الی کتاب کریم. نامه بسیار معزز آمده، تهدید را تلخ جواب نداد. عقلی نه، خانم را خدا گاهی عقل میدهد و گاهی مرد را عقل میدهد. خانم ها عقل کنن خیلی کمن، من جمله از عقلا خانم بلقیس هست. اگرچه در حال حاضر خانم بلقیس مسلمان نیست، لیکن به اصطلاح منطقیه بالقوه مسلمان هست. این عقل همه از اونجاه. خانم بلقیس مجلس شورای خود را منعقد کرد، گفت مشوره بدید چه کار کنم. اون سردمداران لشکر و اراکین سلطنت گفت اصلا نمیخواد جواب بده، اگر برای جنگ بیاد نحن اولو قوت و اولو باطن شدید، ما همه تجهیزات داریم، آماده می جنگیم.
والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. دستور به شما هست. ما که برای جنگ آماده ایم، اگر بنا باشد کسی با ما بجنگه. تجهیزات نظامی و مالی ما کامل هست. اینجا عقل خانم بلقیس کار کرد و چیز خوبی گفت. بله اگر جنگیدیم و غلبه کردیم که فبها، و اگر شکست خوردیم میدانید چه حشر بدی. دخلوا قریة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. عواقب جنگ نامطلوب میشه برای معززین، آنهایی که در هر کشوری معززند. حالا برای سپورهای عراق که زیاد نامطلوب نیست، فقط که برای حکام هست. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ما میخواهیم این آزمایش کنیم که مرد پول است یا همانطوری که میگن نبی خدا هست. انبیا در برابر پول تسلیم نمیشن. هر چقدر پول به انبیا عرضه کنن و هر چقدر پست و ریاست به انبیا عرضه کنن، انبیا با نوک پا آنها را میزنن جلو. من امتحان میکنم. انی مرسلت الیه بهدیه فناظرة بما یرجع المرسلون. تحقیق کرد، خود آمد چنین برنامه شده دارن میان. سبحان الله، هدایا میارن. گویندگان میگویند در تفسیر جلاله والله عالم، این داستان 1000 کنیز و غلام و 500 خشت طلا و بسیاری از خوشبویی ها و عطرها برای حضرت سلیمان اعزام کرد. حضرت سلیمان را خبر دادن دارن میان. دستور داریم مسیر خیابان را همه طلا فرش کنید و چنان امکاناتی را جلوی مسیر را آنها تدارک دیدن. دیوه ها که وقت سفیران خانم بلقیس با هدایای ناچیز خود آمدن، من میگم مثل این بود که پیش یک میلیاردر و میلیونر یک شخصی 100,000 تومان هدیه ببره. 100,000 تومان برای یک انسان میلیونر، میلیاردر، این همین حیثیت را داشت. به هر حال تحقیق شد، خانم بلقیس آخر مسلمان شد. اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خدا کند که غیر خدا را سجده نکنیم. یکی از بلاهای زشتی که الان پیدا شده، قربانی یک عبادت هست، امروز در جلوی حاجی و معتمر میکشن. این هم از دیدگاه قرآن، از دیدگاه فقه اهل سنت، این هم چیز بسیار مردودیه. به چه نیت؟ ما میگم مهمانی. بابا مهمان را، این مهمان حاجی صاحب معتمر صاحب را خون کثیف و نجس میدی، جلوی پاهاش میریزه، میلغزه، گردنش میشکنه. این خون نجس را میدید یا روح مال خدا هست، باید برای خدا این روح بیاید بیرون. اگر گوشت مطلوبه تو قصاب خانه و منزل در خدمت شما 10 تا گوسفند نه 100 تا گوسفند شما مرد باشید بکشید و تمام مهمانان حاجی صاحب را پذیرایی کنید که نانه. این هم یک پدیده. به خدا قسم وقت من تمام شده، لحاظا من به شما یک دلیلی میگم. آیا پیغمبر اسلام، مهاجرین و انصار، خلفای راشدین، اهل بیت، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، وقتی که سرور کائنات از غزا برمیگشت، از غزوات برمیگشت، از حج و عمره برمیگشت، در جلوی پیغمبر گاو و گوسفند و شتر کشته میشد. یک دلیل. در باب دین مقلد محضی، ما عقل را اینجا به کنار میگذاری. بگی یک دلیل ساده، بیارید یک نظیر. کیه این حاجی ها؟ کیه این معتمرین؟ با چه نیتی رفتن؟ با چه نیتی برگشتن؟ فوق الفوق مغفور شدند و ماشاءالله خوش به حالیم. و نعوذ بالله با هرچی بودن رفتند و برگشتند، چه فایده؟ چرا خلاف اسلام؟ حالا تازه این حرفا را به این خاطر میزنم که شما هم، حالا من با کسی دیگر کار ندارم،
شما هم دارید تقلید میکنید، دوستان شما هم تقلید میکنن. این کار علما نشستن، شما کم از کم کار خلاف اسلام هست. خلاف اسلام چرا کار میکنید؟ حالا من جرأت نمی کنم این علمای بزرگ نشستم که من اون اعتقاد خود را بیان کنم. خلاصه وقت من تمامه. الله تعالی بکند که ما همه بندگان مخلص و عبادت کننده الله باشیم. و آخر دعوانا الحمدلله.